نامی نیک مونه بچه‌تون. نامی نیک موندن سنت رسول الله های، عقیقه کردن سنت رسول الله های، پیش دامولا و عالم بردن سنت رسول الله های، مکتب و مدرسه و اینستیتوت برده صاحب نامه های کمال کردن و فرزند عالم کردن سنت رسول الله های. این فرزند امانت های. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن روز قیامت انا همین تحقیرانی را دیدگیه، من تراشه و تختچه ها را میمونن، علاو میتیم به ایگولش کنده ها را میمونن و در میگیرن. همین تحقیرانی خس و خوشا کنده را میسوزونه. با تو فرزندای بدی که تربیت میته روز قیامت انمو خس و خوشا که هستن که ایتگی شما میمونن شما را علاو میتیم. فرزند غم دنیاش کسی میخره، غم آخرت کسی میخره، جای او بهشت است. کسی غم دنیاش میخره، غم آخرتش نمیخره. این فرزند فقط در قیامت دامانش میگیره به خدا.